یا اسم هرمله که میاد یه جورایی با چهره من تداعی میشه براشون، اشکالی هم نداره ها، یه جورایی شاید این سعادت منه، این لطف امام حسین. منم به همین در واقع امید بستم که امام حسین، من نمیخوام گروکشی کنم، ولی به عنوان مثلا یه عاشق، به عنوان یه نوکر ته دلم یه وقتایی شما یه انتظاراتی داری، رومم نمیشه اینو بگم، ولی من فقط با همین امید در واقع زندگی میکنم که واقعا اونور خط امام حسین به خاطر همین ماجرا دست منو بگیره، واسطه بشه و خداوند از گناهات بگذره. به خاطر این نمیدونم خیلی سخت بوده این سالها، یه وقتا یه فشارهایی میاد، نه مردم لطف دارن خدا میدونه، حتی از روی لطفشون بعضی وقتا مثلا از روی سادگیشون این ور اون ور که دعوت میشی، یه مرتبه میبینی یک نفر تو اون جمعیت صدا میزنه میگه هرمله یه عکس با من میگیری. اوایل ناراحت میشدم، الان دیگه ناراحت نمیشم، هم اشکال نداره، دم معرفت دیگه زیاد از